در بخش مهر بیمارستان رضوی که مخصوص بیماران خاصه، بیماران بزرگسال نقاشی میکنن. روح انسان سالم باشه، جسم انسان هم سالمه. تغذیه‌شون چک میشه و از همه مهمتر یه روانشناس و هم یه روحانی بیماران رو رایگان ویزیت میکنن. بهشون روحیه میدیم که بالاخره این بیماری های امتحان خداست، نترسن، نگران نشن. اصلا خدا اصلا کلا عوض شده. تحقیقات در دنیا ثابت کرده اگه ما بتونیم امید و روحیه بیمار رو بالا نگه داریم، شانس غلبه بر سرطان و شانس زنده موندن طولانی‌تر بیمار هست. پیامک ما 1023 منتظر سوژه‌هاتون هستیم.